شما فیت روزتان رو به کی میدهید؟ بهنمایان میتیم. با مولای مسجد یا اینکه رئیس محله چی؟ نه با رئیس محله و بهنمایان خالی. سلامت. شما فیت روزتان رو به کی میدهید؟ با شخصانی که احتیاجی نیازمندن، درمندن و محتاجی کسی هستن. با رئیس محله یا مولای مسجد نمیدهید؟ اگر دوستان که بیدار همون شخصانی که آنها نیاز به چیزی دارن، برای اون شخصانی ثواب بشود که آنها احتیاج دارن، نیاز دارن. خوبتر میشد که همین همه شخصان همین فیروزش رو برای یک خیر میشد، سخاوت میشد و شخصانی احتیاجمند و درمند و شخصانی ناتوان و نابینا و شخصانی که با کسی محتاج است. تشکر. شما فیت روزتان رو به کی میدهید؟ همون کم بغل دارم. با رئیس محله یا اینکه مولای مسجد نمیدهید؟ من این همین چند سال روزا میگیرم، 30 سال 25 سال روزا میگیرم، یک کم بغل دارم. تشکر زیاد. شما علاقه دارید فیت؟ سلامت باشید. تشکر. اون چی دانستم؟ اون مای خونه است کم شده. مثلا گفتن که برای رئیس محله دهید یا اینکه مولای مسجد بدهید، این چیکار میکنید؟ میدهید یا نه؟ میدهید. خب تشکر زیاد. سلامت. با کسی که محتاج با رئیس محله یا که مولای مسجد بردن نمیدهید؟ نه. خب سلامت.